آدمایی که کسل قند است که سخر دیابت همین علف یگان بار خورده دیده یا تاثیر نمیکند گفته خو رفتید یک تا زنگ میگفت غلام جان هزار رحمت تو با من گفتگی دارو اکل نفروردگی سخره همین علف سکوری سچراتق فراورد رحمت بچم تو با گفته بودن یک دوگانه شون با پروبا کنی با بیار گفت یک تا خورم گفت من تیار کردم 80% آدم قند کسل قندش یک تبا میفرورد 80 یک خلاب نمیفورد من زمینم پر بود پارسال چین موندگی بودم بینید یک و نیم خالتا مونده منه یک تا ای به من که سالک چند رنگ چای کبود میخوریدون هم تو چای با همین قش میگیرید یه بار چایقه میکنید چاینک با دم کرد سحر عبیتی بیگانه پیش از خواب یه روز به 3 محل 4 محل خورده گردید خدا خواهد 3-4 روز رزولتش نشون میده و اینا جوشانده بچه یاش آفتاب میزند که آبازی کند درون رو میشد آفتاب میزند یک تبا نغز میکند خدا خواهد سکوری سچرات یک تا آدم میگود برگ بیهی هم چای باری دم کرده خوری میفرورد سخره میگود انا باید سچرات سکوری اینا گو هم نمیخورد خرم هیچی نمیخورد تلخ ایده اینا میخوریتون خدا خواهد 3-4 روز خورده بینیتون اگر نغز فرور دلش خوردن میگیریتون ضررش نیست غلام جان 93 شماها باید توصیه بیپول بود سکوری سچراتقی سخر قنده میفرورد 80% آدم به یک روز به تاثیر میکنه اکا روشن است ولایت ناحیه ظفرآباد به اکا اوکا همش همین خیلی میخورد دارو اوکل نمیخورد ولایت ناحیه ظفرآباد غلام جان 93 شماها به توصیه بیپولک تاجیکستان جان دلم وطنم و پیش